23 ساله پهلوان ما کشتین میگیرد. مربی شاید شاگرد را دیگر همراهی نکند، بله برمیگردد و به خاطر که شاگرد دیگر شبکه با میدان میآید. کرسی را عوض نمیکند، فقط کرسی را از یک جا به جای دیگر میبرد ولی در همان جا میشیند. مربی دیگر عوض نمیکند در نمترش، اما جای را عوض میکند. کرسی را عوض نمیکند ولی جای را عوض میکند. انا اکنون اریون بولت تایوان پهلوان یک تک سفید پوشیده مغول برادری که دست بالا شد بر مقابل محمدی زاده محمد پهلوان ما کشتین میگیرد. پهلوان ما دستاوردش در گراند پری تشکیل 2019 هم در مقام نهم بود و یعنی مقامش، ولی پهلوان مغول از گراند اسلم پاریس نشون نقره بعد برنجی به دست آورده است. میولو شوی نادرست برای محمدی زاده محمد لازم است که فقط همون پیشتر تکنیک خود را به کار برد. درست داشتن برای ما شدا میدهند. اولین شدا را نشان میدهند، افسوس که این شداهایی که پای هم برای ما نشان میدهند دائما دامه نگه اصول معروف رسول باقیف که اینجا برای محمد اجرایش میسر نمیشود. اما محمد بزرگ یا کلانی محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم منتخب جودوی کشور در پهلوی است صدا میکند. صدای توجکی با زبان نوبی توجکی کدامی از کنار دیگر صدا میکند. ولتی لا دادن دست باید نباشد. محمد زاده محمد اولا اطرافی این پهلوان مغول تایوان چرخ میزند برای اسکامی اما نمیشود. یک شده بخیر است، اما ما باید جهد و کوشش کنیم دوباره اشتباه نکنیم. درست نداریم. میدونیم که رقیب تجربه دار است. همون شیوه محمد رو تایوان اجرا کردنی است، تکرار میکند ولی او هم موفق نمیشود. تمام نگه چه مطعی که دست را نداشته بود محمد زاده محمد، وگرنه شاید تایوان می اومد از آسمان به زمین، ولی دست را کرده بود. سمت چپ هر دو انقریب که یک شکل گشتین میگیرند. حالتی پارتری بیشتر ادامه نبرد آنها رو میکند و آنها برمیخیزند و دوباره سر کتف ما نمیرویم. انا اکنون دوباره این شیوه پیشتره در حالی هجوم از هر دو جانب است. شاید پهلوان ما بیشتر هجوم کند نسبت به رقیب. تایوان و شید نشون نمیدهد دوباره برای کم فلاتش، نه حالا هر دو رو برابر میبیند. ما هم بسیار خطر داشتیم. کم فعال شدیم، کم فعال گشتیم. محمد زاده باید فعالتر شود. اگر این حالت دویم باره رخ دهد شاید برای ما شیدای دویم را نشون دهد.
حالتی لدودنی دست نمیشود. نه این بیهوده است. بسیار سر کتفی خطر نوک دارد این پهلوان مغول. انتخابا گشته و برگشته ما در حالت خطرناک قرار داریم و در حالت شیدای دویم هم قرار داریم. باید محمد فوق باشد. حجم‌های پای در پای پهلوان مغول نشان از فعالی او را برای همگان نمایش می‌دهد. محمد جان هنوز هم قوا نمی‌رسد و علاقه شیوهی که محمد جان میگیرد او را آموخته است رقیب. باید دیگر اصول را به کار بریم. شیدای دویم هم نشان دادم برای ما. گفتم که اگر با همین شکل گشتین گیریم علاقه ما رو شیدای دویم شیدا هم سبب دارد. باید ما هم شرط دیم برای بینندگان به کدام خاطر بیننده هم پرسان میشود به کدام خاطر شیدا دادن. حتی ملاحظه است که پهلو افتادن من از احتمال دار نبود. شیدا به خاطر که کم فعال است. کم فعال بودیم کم فعالی بود. یک بار دوبار میبیند دو بار چشم میپوشد دو بار میبیند چشم میپوشد و بالاخره نشان میدهد. ببینید ما خستگی خود را نشان میدیم. دست را همون گریبان راست رو میدیم. برای چی؟ راست بود. گالانسکو فقط برای محمد باقی مانده است که هجوم و توکل کند. دیگر هیچ آب سر ما را شسته نمیتواند. رفتیم امکانیت است محمد. برای چی؟ برای چی گشته و برگشته یک اصول یک روش. شاید نخواد که ما دیگر مربی برای تو بجز همین یک اصول چیزی را نماخته باشد. میدونیم که زمین ایستاده طریق پای امکانیت نیست. علاقه رقیب ما را مخته است. بیایید حکومت است شد حالا که لبی پای باشد دیگر اصول ها را به کار بریم. خود را خسته نشان ندیم. ببینید ما همون فلسفه میگویند هم را اجرا میکنیم. این شیدای سیوم تهدید برای ما است. برادر عزیز محمد جان شیدای سیوم تهدید برای باخت ما است. در حالی که رقیب هم خسته است. دیدید کمی دیگر باقی مانده است. رفتیم دیگر حجت برای اینجا منتظر شدن است. باید پیش از رقیب عملی رو انجام دهیم. فرین انا این پرتافت خیلی عالی بود. فقط پهلو میخواست که وزری رو حالت اسایکامی ما میتوانیم که این رقیب رو در حالت اسایکامی قرار پای رو سر اول باید رها کنیم و بعدا زیر چنگال گیریم رقیب رو. پای رو ما باید رها کنیم. برای رو پای رو رها کردن باید جهد کنیم. نه افسوس افسوس. خب امکانیت هست. ای بای دستی رقیب نمیبردارد. اختیوان دست را نشان میدهد که لد برداشته است. اما ما باید فتاده یا فرفته نشویم. ما باید از جای برخیزیم. خود را آزاد نشان دهیم. باید فعال باشیم. برعکس در مقابل رقیب خود را خستگی خود را دور کنیم. رقیب نشان داد ما باید برعکس هجوم کنیم. این امکانیت خوب است برای شیدا نشان دادن رقیب. محمد صدا میکنند. محمد باور کنید نمی امکانیت در پیش است. ای وای بازار افتادیم. دیدید
هنوز ما ناپخته هستیم. هنوز هم ما رو حالا خام هستیم که در این مسابقات گشتیم گیریم. باور کنید همین پیروزی که در پیش چشم ما است ما از دست میدیم. محمد برادر عزیز مشکل است برای خود در گرند اسلم گشتیم گرفتند. همین نزدیکترین امکانات ها رو از دست میدیم ما. شاید این وزاری بازپس گرفته شد. خود رو خسته نشون میدیم، خود رو در مقابل رقیب چنان نشون میدیم حتی رقیب که دست برداشته است ما باید امکانات رو از دست ندیم. افسوس با این گشتین ما دور و دراز نمی رویم، مخصوصا در وزن 60 کیلو. عموما نبرده که همین پیروزی رو ما دیده و دانسته برای رقیب دادیم. خب اکنون چی لاش اینجا باید مربی باشد، مربی با گذاری کند خط